بیان چه جملاتی خانم‌ها را اذیت می‌کند. سخنران استاد فرهنگ. خانوما انقدر بدشون میاد ما جملاتی مثل اینی که الان دارم میگم بگیم. تو حرفاتون با خانوما اینا رو نگین. چند بار باید درباره یه موضوع حرف بزنیم. من فکر میکردم این موضوع رو حل کردیم تموم شد. نمیخوای کوتاه بیای؟ 1000 بار میخوای این حرفو وسط بکشی پیش بکشی، میخوای طولش بدی. الان حوصله‌شو ندارم. چیه دوباره کی زیر پاد نشسته؟ اینا جملاتیه که خانم‌ها رو به شدت عصبانی میکنه. خانم‌ها دوست ندارن بهشون بگیم آروم باش، انقدر احساساتی نباش. بازم که اعصابت خورده که دوباره چی شده؟ فراموشش کن. چرا داد میزنی؟ صداتو بلند نکن. خانم‌ها از این گروه جملات بدشون میاد. خانم‌ها بدشون میاد که بهشون بگیم که متاسفم که اینجوری فکر میکنی. چیه من بدم؟ میخوای تمومش کنیم راحت چی؟ اگه من بدم چرا خودت از شر من رها نمی کنی؟ انقدر عصبانی میشن. خانوما بدشون میاد که دو جا ما مردا بگیم منم همینطور. یک، وقتی خانم با همه وجود ابراز عشق و علاقه میکنه، به شوهرش میگه عزیزم دوستت دارم، آقا میگه منم همینطور. انگار کتک زدین خانوما. خب بابا بگو منم دوستت دارم، نه منم همینطور. یکی اینجاست که خانم از این بدشون میاد. دوم این که وقتی خانم ابراز تنفر و خشم میکنه، خانم یه دفعه حالا عصبانیه دیگه، مخصوصا تو اون دوران اختلال هورمونی، یه دفعه مثلا به آقا میگه که میخوام سر به تنت نباشه، آقا میگه منم همینطور. این دو جا خانم ها خیلی از این عبارت بدشون میاد.